درود رفقا، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. موضوع فیلم امروز در مورد یه دلغکیه که کلا دیوونه است و کشتن آدما لذت میبره و کلا کیف میکنه. بعد چیزی که تو فیلم خیلی جذابش کرده اینه که این دلغک کل فیلم ساکته و نه حرف میزنه و نه میخنده و هیچ ریاکشنی نداره. بریم سراغ فیلم. فیلم با یه مصاحبه تلویزیونی شروع میشه که مجری اون برنامه اسمش مونیکاست. مونیکا داره با یه نفری صحبت میکنه که تنها بازمانده اون قاتل زنجیره‌ایه که متاسفانه اون قاتل با کارهای وحشتناکی که انجام داده صورتشو این شکلی کرده و این اتفاق برمیگرده به هالووین سال پیش. اون تو ادامه حرفاش میگه که قاتل یه لباس دلقک پوشیده و در آخر خودشو با اسلحه میکشه. مجری برنامه تعریف میکنه که وقتی جسد اون قاتل رو میبرن سردخونه، قبل از اینکه کالبد شکافیش کنن میبینن که اون جسد گم شده. بعد این صفحه تلویزیون رو میشکونه و میره لباس دلقکشو میپوشه، خودش رو آرایش میکنه. وسایل تیزش مثل چاقو و ساتور و اینا رو میریزه توی کیسه مشکی و میره. اون طرف مونیکا بعد از مصاحبه میاد تو اتاق گیریم و با همسرش در مورد اینکه چقدر اون زن زشت بود صحبت میکنه. همون هنگ یه صدایی از پشت سرش میشنوه. میری که ببینه اون صدا از کجاست، یا همون زنی که باهاش مصاحبه کرده میاد و چشماشو از حدقه در میاره و تا اونم مثل خودش زشت بشه. میریم به 1 سال پیش، دقیقا همون شب هالووین. اینجا دو نفر رو میبینیم به اسم تارا و داون. اونا بعد از یه مهمونی دارن میان که سوار ماشینشون بشن، در حالی که داون کاملا مست بود. یکم اونورتر میبینیم که یه نفر در حال راه رفتنه که بعد مشخص میشه اون یه نفر همون دلقکه است که به طرز وحشتناکی به تارا و داون خیره میشه. داون هم که خیلی مست بود تا اون دلقک رو میبینه شروع میکنه به مسخره بازی در آوردن، اما تارا اصلا حس خوبی نسبت به اون دلقک نداشت. تارا تا سرشو میاره بالا میبینه که اون دلقک غیبش زده. تارا و داون گرسنه‌شون میشه و تصمیم میگیرن برن به یه رستوران تا یه چیزی بخورن. چند دقیقه بعد میبینن که همون دلقک وارد رستوران میشه و میاد دقیقا میز کنارشون میشینه. اون دلقک به تارا خیره میشه و چند تا شکلک الکی از خودش در میاره و این کار باعث میشه تارا زیاد ازش خوشش نیاد. اما داون خیلی از اون دلقک خوشش میاد و میره باهاش عکس بگیره. بعد مدتی اون دلقک میاد پیششون و یه انگشتر رو میکنه تو دست تارا. بعدش به سمت سرویس دستشویی میره. صاحب رستوران وقتی میبینه که اون دلقک مزاحم این دختر رو شده، میره دستشویی تا یه تذکری بهش بده. بعدش میبینیم که صاحب رستوران اون دلقک رو با عصبانیت میندازه بیرون و اونجاست که متوجه میشیم که دستشویی رو به گند کشیده بود. بعد از اینکه غذاشون رو میخورن میان به سمت ماشین تا سوار بشن و برن که میبینن چرخ جلوشون پنچر شده. تارا زنگ میزنه به ویکی، یعنی خواهرش، تا بیاد دنبالشون. حالا میریم به سراغ همون رستوران. اینجا شاگرد رستوران رو میبینیم که بعد از تمیز کردن دستشویی دنبال رئیسش میگرده. در کمال تعجب سر رئیسش رو روبروش میبینه. میخواد فرار بکنه که همون لحظه سر کله همون دلقک پیدا میشه و با یه چاقو اون شاگرد رو میکشه. داون و تارا توی ماشین در مورد اون دلقکه دارن صحبت میکنن. داون بهش میگه که بابا نیازی نیست که نگران باشی، اون فقط یه دلقکیه که تو شب هالووین همچین لباسی رو پوشیده. تارا همون موقع دستشویش میگیره و اون مرد رو میبینه که بیرون خونه داره سیگار میکشه. بهش میگه اگه اجازه بدی من از دستشویی خونتون استفاده کنم. داون توی ماشین به خبر قتل 2 کارگر رستورانی که توسط یه دلقک که لباس سیاه و سفید پوشیده بود گوش میداد. داون به دلقکی که دیده بود شک میکنه، ولی دیگه خیلی دیر شده بود. همون لحظه در ماشین باز میشه و اون دلقک کنارش میشینه. از اون طرف تارا رو میبینیم که کارشو انجام داد و موقع برگشت اون خونه گم میشه. بعدش به یه زن عجیب و غریب برمیخوره که یه عروسک بغلش بود که با اون عروسک جوری رفتار میکرد که انگار یه نوزاد واقعیه. تارا بهش میگه و من باید برم اونجا رو ترک میکنم، اما یهو همون دلقک رو میبینه که جلوش وایساده و کلید درم دستش بود و اینجوری به تارا میفهمونه که من همه درا رو قفل کردم. دلقکی تارا رو میترسونه. تارا هم میره دنبال همون مردی بگرده که جلوی در دیده بودتش. اون مرد رو پیدا میکنه. هر چی صداش میزنه اون مرد نمیشنوه چون هنسفری تو گوشش بوده. همون موقع اون دلقک میاد و از پشت تارا رو میگیره، بهش آمپول بیهوشی میزنه. تو سکانس بعد میبینیم که تارا بهوش میاد و در حالی که به صندلی بسته شده بود اون دلقک رو کنارش میبینه.
دلقک با وسایلی که داشته شروع به اذیت کردن تارا میکنه و اونو آزارش میده. بعد میره سراغ یه پارچه‌ای که از سقف آویزون بوده و اونو کنار میزنه و اینجا داون رو میبینیم که برهنه و وارونه آویزونش کرده. اون با اره‌ای که دستش بود شروع میکنه داون رو به دو نیم تقسیم کردن. تارا وقتی این صحنه وحشتناک رو میبینه از ترس انقدر زور میزنه که خودش رو از اون صندلی آزاد کنه و بعدش با یکی از وسایل اون دلقک بهش ضربه میزنه و سریع اونجا فرار میکنه. دلقک که حسابی عصبانی شده بود میره دنبال تارا، اما تارا با یه تخت چوب از پشت به دلقک ضربه میزنه. دلقک قبل از اینکه تارا آخرین ضربه رو بهش بزنه اسلحه خودش رو در میاره و به پای تارا شلیک میکنه. بعد از اون میاد بالا سرش که تیر خلاص رو بهش بزنه، اما گلوله هاش تموم میشه. توی همون لحظه میبینیم که ویکی میرسه تا خواهر و دوستش رو از اونجا ببره، اما متاسفانه کسی اونجا نبود. اون میره سراغ در ساختمون، میبینه که در ساختمونم قفله. بعدش به گوشی داون زنگ میزنه و دلقک که داشت اسلحه‌اش رو پر میکرد زنگ گوشی حواسش رو پرت میکنه. گوشی رو برمیداره بهش پیام میده تارا اصلا حالش خوب نیست، اگه میتونی از در پشتی بیا ساختمون روبرویی. بعدش دلقک میره سراغ جسد داون و باش سلفی میگیره، دقیقا مثل همون کاری که داون تو رستوران باش کرد. دلقک بعد پر کردن تفنگش میاد تا کار تارا رو تموم کنه. اون چند تا گلوله میخوابونه تو صورت تارا تا دیگه کاملا غیر قابل تشخیص بشه. بعدش اون زن دیوونه توی ساختمون میبینی که داشت با ترس به دلقک نگاه میکرد. دلقک به صورت مسخره براش دست تکون میده. زن وحشت زده از اونجا فرار میکنه و میره سرایدار رو پیدا میکنه و در مورد اتفاقی که تو زیر زمین افتاده بهش توضیح میده. اون مرد حرفای اون زن اصلا باور نمیکنه و میره پایین تا تلفنشو بیاره تا به یکی از دوستاش زنگ بزنه. همونجا اون دلقک میاد و به طور وحشتناکی با یه چکش اون مردو میکشه. تلفنش هم که رو زمین بود با همون چکش خورد میکنه. تو سکانس بعد ویکیو میبینیم که سردرگم وارد ساختمون شده. اینجا زن دیوونه رو میبینیم که متوجه میشه که عروسکش گم شده. میره تا دنبالش بگرده و اون دلقک رو میبینه که عروسک رو بغلش کرده و با دلسوزی به دلقک میگه تو هنوز توی قلبت مهربونی هست و بعد سعی میکنه که دلقک رو مثل یه مادر بغلش کنه. بعد از اون همکار اون سرایدره رو میبینیم که با تماس رفیقش اومده بود اونجا، اما متاسفانه همه درای اونجا قفل بودن. ویکی هرچی بیشتر دنبال خواهر و دوستش میگشت اما پیداشون نمیکنه. تصمیم میگیره که باشون تماس بگیره. اون صدای زنگ تلفن رو میشنوه و میره به سمتش. اون داون رو میبینه که به دو نیم تقسیم شده. از ترسش میخواد بره اونجا فرار کنه که ناگهان صدای یه جیغ زنی رو میشنوه. فکر میکنه خواهرش رو سریع برمیگرده. اون میره طبقه پایین و زنی رو میبینه که روی زمین افتاده. ویکی سعی میکنه که کمک کنه، اما اون طرفتر اون زن دیوونه رو میبینی که پوست بدن و صورتش کنده شده و اون کسی که بالا سر ویکی بود خود دلقکه. ویکی سریع اونجا فرار میکنه و میبینه که تمام پنجره ها قفلن. تو همین حین اون دلقک از پله ها میاد بالا، در حالی که پوست صورت و بدن اون زن رو به خودش وصل کرده بود کارهای خانوانه انجام میداد و مسخره بازی در میآورد. ویکی با دیدن این صحنه سر میره تو کمد قایم میشه. دلقک جاشو میفهمه، اما به جای که بره بکشتش تصمیم میگیره باش بازی کنه. تو سکانس بعد میبینیم که همون همکار سرایی داره یه کلید زیر پادری پیدا میکنه. بعد همونطور که داشت دنبال رفیقش میگشت رد پای خونی رو زمین میبینه. اون رد پا رو دنبال میکنه، میرسه به یه عروسک، میشینه و عروسک رو برمیداره و ناگهان دلقک از پشت میاد چاقو رو میکنه تو سرش و همونجا میکشتش و در آخر سرش رو از بدنش جدا میکنه. از اون طرف ویکی میاد بیرون و میره به سمت در، اما متاسفانه همه درا قفل بودن. بعد دلقک رو میبینیم که سوار یه سه‌چرخه شده و همینطوری بازی میکنه که تا به ویکی بفهمونه که من میدونم تو اینجایی. ویکی داشت از اونجا میرفت، دلقک آروم میاد پشت سرش رو با یه پلاستیک میخواست خفش کنه. ویکی با ناخوناشون پلاستیک رو پاره میکنه و یه میخو از اونجا برمیداره و میکنه تو پای دلقک و اونجا فرار میکنه. سکانس بعد همون سرایدارا رو میبینی که میفهمیم زنده است. ویکی وارد یه اتاق میشه که تو اون اتاق جسد خواهرش رو میبینه و شروع میکنه به گریه کردن. بعدش دلقک راه میرسه و با شلاق تیز شروع میکنه ویکیو زدن. همونجا سرایدارا راه میرسه و میزنه تو سر دلقکه. اون ویکیو میبره به یه اتاق دیگه، همه در رو قفل میکنه. بعدش میره سراغ تلفن تا با پلیس تماس بگیره. اون ویکیو بلند میکنه تا ساختمون کلا خارج بشن، اما در خروج هم قفل بود.
همونجا دوباره دلقک سگجون رو میبینیم که پیداش میشه اون سرایدره رو میکشتش. ویکی میره سراغ در تا بتونه اون قفل در رو بشکونه. با چند تا ضربه موفق میشه و اون در باز میشه. دلقک میرسه و ویکی رو از پشت میگیره. ویکی هم با هم چیزی که دستش بوده میکنه تو چشم اون دلقک رو از اونجا فرار میکنه. اون به زور وارد یه گاراژ میشه و همونجا دلقک میرسه و موهاشو از پشت میگیره. ویکی خوشبختانه از دستش فرار میکنه و دلقک هم از اونجا میره. برای چند دقیقه از دلقک اصلا هیچ خبری نبود. ویکی میره از در گاراژ خارج بشه، یهویی اون دلقک رو میبینیم که سوار ماشین شده و میاد ضربه میزنه به در گاراژ و ویکی رو بیهوش میکنه. بعد از ماشین پیاده میشه، شروع میکنه به کارهای عجیب غریب کردن با ویکی. همون لحظه پلیس پیداشو میشه و ازش میخواد دستاشو بذاره بالای سرش. اما قبل از اینکه دستگیرش کنن دلقک دستش میره سراغ اسلحه‌ش و اونو میذاره تو دهنش و شلیک میکنه. پلیس میره بالا سر ویکی و میبینه که خوشبختانه هنوز ویکی زنده است. سکانس بعد میبینیم که همه این اجساد رو دارن میبرن سردخونه. دکتر میاد بالا سر اون دلقک و زیپشو باز میکنه. همون لحظه همه چراغا شروع میکنه به خاموش روشن شدن. تا برمیگرده اون دلقک یقه دکتر رو میگیره و خفش میکنه. میریم به 1 سال بعد، جایی که خانواده ویکی دارن ویکی رو از بیمارستان میبرن. اون دختری که رو ویلچر نشسته تا برمیگرده میفهمیم که همونی بوده که تو سکانس اول فیلم داشته مصاحبه میکرده و فیلم به پایان خودش میرسه. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خیلی خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.